ویدیوی در یک مسجد در پایتخت چچنستان کتابی برای مسلمانان مقدس قرآن را بوسیدن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این اواخر در کشورهای مسلمانشین به یک ویدیو خیلی پرتماشابین یا ویروس تبدیل یافته است. روز 20 آگوست سال 2024 پوتین ضمن بازدید از مسجد نوی به نام پیامبر عیسی در شهر گروزنی پیش از در آمدن به مسجد پایافزال خود را از پای برآورد و به این مسجد کتاب قرآن را که از سنگ‌های قیمت‌بها و آرایشات طلایی زینت داده شده است توفه کرد. وقتی که پوتین این کتاب را توفه میکرد آن را به دست گرفت و بوسید. ویدیو این لحظه به ویدیوی ویروس تبدیل یافت و در کشورهای مسلمان نشین از جمله در ترکیه، امارات متحده عرب، مصر، سوریه و کشورهای دیگر میلیون‌ها تماشابین جمع آورد. بسیاری‌ها از چنین ارزش‌گذاری پوتین به کتاب قرآن ستایش میکنند. رسول تویرداکوف بلاگر مسلمان مقیم روسیه نوشت که رفتار پوتین باید برای دیگر مقامات روسیه نمونه عبرت شود، به خصوص برای آن افسران امان که سال گذشته با کفش‌های افلاس خود داخل مسجد شهر کاتلنیکی در کنار مسکو شده به ایرادهای نمازگزاران آن مسجد با یک لعن تند و تحقیرآمیز پاسخ میدادند. مسلمانانی که در روسیه کار و زندگی میکنند نیز امیدوارند که رفتار پوتین در مسجد گروزنی آغاز تغییرات در مناسبت بعد جنگ اوکراین بد شده و بعد حمله خونین کروکوس بازم بدتر شده مقامات روسیه نسبت به مسلمانان خواهد شد. پوتین از مسجد نوی به نام حضرت عیسی همراه رهبر چچنستان رمضان قادروف، مفتی این جمهوری صلاح میژیف، مشاور قادر در امور بنیاد مؤسسه‌های دینی امرودی اولدرگریف و شهردار گروزنی خس محمد قادروف دیدن کرد. مسجد نو به نام حضرت عیسی در گروزنی نسخه خردتر مسجد مشهور در مرکز شهر شلی چچنستان است که با سبک معماری آسیای میانه در آخر هزار ساله یکم و اول هزار ساله دوم بنیاد شده است.